آمدم کاشان دیگه، کاشان وطن منه، مهد فرهنگ منه. یه امیرکبیر داده بیرون، یه سهراب سپهری کافیه واسه ایران. آقای داریوش ارجمند، شما کار درسته ولی عقبید، خیلی هم عقبید، چون شما لر نیستید. ما لرها با اصالت ترین و با افتخار ترین قوم ایرانیم ولی هیچ موقع ادعایی نکردیم. ولی باید بدونی که ما کیا را داشتیم. ما سردار اسدخان بختیاری، شیرعلی مردون خان بختیاری، سردار بیبی مریم، ابوالقاسم خان بختیاری، شاه اسد شیرکش، آریو برزن، کوروش کبیر داشتیم. ما بودیم فاتحان جنگ قندهار، فاتحان جنگ مغول، فاتحان جنگ تهران. ببین ملور با افتخارم، تاجم کیانی، شاه منشور کوروشم، صلح جهانی، اگرم قدرت زور ز نور خورشید، مبیدم فرمان روای تخت جمشید، ز شاهم ز کوروش و تاجم به سر، مبیدم نوشتم حقوق بشر.